بعدی در ماه اکتبر سال 2023 به اجرا درآمدن یک قرار حکومت، ایستگاه موقتی وابسته به اداره گمرک در شهر بوستان ولایت سوخت از خودروهای کهنه خارجی پر شده است. بر اساس قرار حکومت به حدود تاجیکستان آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 منع گردید. تاجران میگویند که ماشین‌هایشان تا عملی شدن قرار در راه بند ماند و نتوانستند سری وقت آن را بیارند و به فروش گذارند. خطا نکنم اگر از 90% صاحبکارا پیش از قرار برآمدن زدگی ماشین، پیش از قرار برآمدن уже زده فسондагӣ ماشین که حجتاش همش فاکتاش هست، دلیلاش هست که تا ماهی حتی ماهی مای زدگی، ماهی اپریل زدگی هست، ماهی سری سال 2023 هست. اولا مهلت بود تا 1 январи соли 2024 буд. Ҳамин муҳлата дар назар дошта мошинаҳо бор карданд. Дуюмаш сабаби роҳи Эрон шуд. Яъне ҳама через бандрабос заданд. Ҳама каса якбор ҳамонҷо ки заданд, роҳ пробка шуд. اجرای شی قرار در گردن گمرک. مقامات تاجیکستان زمان نشر قرار هدف را از منع نقلیات استحصالشان تا سال 2013 حفظ محیط زیست و کاهش پرتوها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نآورند. مهلتی که به گفته صاحبکاران کافی نبود. ماه اوگوست در قرار حکومت برآمد. گفتند از 2 اکتبر همی کار همی بررسی کرده شود. این مردم تا ماه فوریه همون ماشینای چیزا آورد. اینا گوش کنید، یگان سبب نیست. ما حجتای همش میبینیم مخی. ما میبینیم کی ای کدام سرحد گذشتگی ای و حجت همه پیچیده شد. او این مردم برای چی قانون وقتی برآمد گوش نمیکنند قانون آخی. حالا 1929 ماشین تا سال 2013 استحصال شده در انبار موقتی گمرکی سوخت نگهداری می شوند. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این ماشین ها را از خارجه به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند. ماشین ها تا رفت فرسوده و تعمیر طلب میگردند. بر ضمن این برای هر ماه نگهداری ماشین ها در اینجا صدها سامانه پرداخت میکنند. ما صاحبکاران و مهاجران مهنتی در بحران مالیوی ایستادیم. بسیاری ما بیخانه در مانده میتوانیم. ما مهاجران مهنتی که در آنجا طول 2 سال 3 سال زیاد تا حتی 5 سال در دولت‌های خارجه، در کره، در اروپا، در شتات‌های متحده امریکا مهنت کرده با خانه‌مان نان حلال بیاریم گفته رفته همونجا مهنتی حلال کردگی همون مال و ملک ما حاضر در همینجا قرار ایستاده است، در حبس گمرکی ایستاده است. ما نمیتونیم همین را گرفته به فروش براریم و همون پولمون را نان حلال ما را به خانه بریم. اینجا به حاضر صاحبکارا اساساً بانک قرض گرفتگی ها هست، قرضدارا هست، از آدما مثال قرض گرفتگی ها هستند. اگر همین حاضر مشکل ما آسان نشود آنچه آدم مقصد زیانی کلام نمیبینند، زیانی جدی کلام نمیبینند. تا این دم تاجران و مالکان نقلیات‌های کهنه شروع از مسئولان خدمات گمرک تا آزاده رحمان و رستم امامعلی مراجعتی خطی دستجمعانه کردند، ولی برای فروختن این نقلیات‌ها در تاجیکستان اجازه ندادند. صاحبکاران میگویند که نقشه گرفتنی فایده داشتند ولی تقریباً 1 سال باز سرگردانند. امید یگانه ما به سرور دولت، پیشوای ملت محترم جناب عالی میباشند. اگر همان شخص ما را دستگیری نکنند ما به یگان جا رفته دعوا کرده داد و فریاد کرده نمیتوانیم. در همین حال خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها 2 راه پیشنهاد کرده است: یا ماشین ها را به کشورهای دیگر برده فروشند و یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر 2 راه به گفته صاحبکاران بر ضرر آنهاست. به همین خاطر صاحبان ماشین ها از مقامات یک فرصت دیگر می خواهند تا ورشکسته نشوند.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان.